داده زن خوب گفته است یک زنه بزنه دو زنه صاحب زنه خنش زنه سه زنه رحمت بر مردی چهار زنه یکی از زنه بزن نیست ایو چی گفتی تو خیلی اقوالی از بزرگان آمده است. میدونید در افریقا در یک منطقه هست کسی که یک زن داشته باشه او در مجلس حق گپ زدن نداره، او فقط خدمت میکنه. به طور مثال اینا معرکه ها میشوه، مجلس ها میشوه، یک زنه ها فقط چای میکشن، طعام میارن، دسترخوان میپرتاین، خیز پاتینکورا پیش پا میمونن، اونو حق ندارن که در مجلس ها بشینن. دو زنه ها در مجلس میان میشینن لیکن در او پایان میشینن، در بالا نمیشینن. سه زنه ها میان در بالا میشینن لیکن حقی گپ زنی هم ندارن، ولی باید خب بشینن. چهار زنه ها یگانه مردمی هستن که فقط اونو گپ میزنن، اونو مشوره میتن این کارا باید خیلی کنیم، این کارا باید خیلی. در افریقا هم خیلی هست، مردمی بای نیستن، کم بغلن، لیکن همین شرایط داشتن. یک طرف خوش بحال شو نه اگر ما را برند اونجا میگه فقط چای بکش ها من ترا کسی که از آن هستی ما اگر رفتیم میگه گپ نزن، او اونجا برا مهمونا رو قبول کن، برا چای بیار، اوش بیار، او پاتیکو را پیش پومون تو جای داره است که گپ زنی الحمدلله که عادتو دمو نیست. اگر دمو میشد که واه یک طرف خوب میشه نه به اونا را میافتیم نه از یک طرف دیگر چی؟ از یک طرف دیگر اگر زور اونا میرسید با هم چای بکشیدیم یک عمر. خلاصه این گپ ها هست دیگه.